و کیست که به شما بدی کند اگر شما در نیکوکاری غیور باشید؟ لیکن اگر برای عدالت عقوبت کشید خوشا شما. از واهمه آنها نترسید و مضطرب نشوید. خداوند خدا را در دلهای خود تقدیس نمایید. همیشه تیار باشید که به هر کسی که از شما درباره امیدتان حساب طلب کند با فروتنی و احترام جواب دهید. بگذار وجدان شما پاک باشد تا آنهایی که رفتار نیکتان را در مسیح مذمت می نمایند با آنچه شما را بدگویی می کنند شرمنده شوند. زیرا اگر مطابق اراده خدا باشد برای اعمال نیک عقوبت کشیدن بهتر است از آن که کس برای اعمال بد عقوبت کشد. چون که مسیح نیز برای آن که ما را سوی خدا آورد یک بار برای گناه های ما عقوبت کشید، یعنی عادل برای ظالمان به حسب جسم کشته شد اما به حسب روح زنده گردید. و در روح او رفته به ارواحی که در زندان بودند موعظه نمود. آنها پیشتر بی اطاعت بودند وقتی که خدا در ایام نوح پرصبرانه انتظاری میکشید، هنگامی که کشتی ساخته میشد که در آن مردمی کمی یعنی 8 نفر از آب نجات یافتند. و تمثال آن تعمید است که نه شستن ناپاکی جسم بلکه به ذمه گرفتن وجدان پاک است به حضور خدا که حالا ما را نیز به واسطه احیای عیسی مسیح نجات می‌دهد که او به آسمان صعود کرده به یمین خدا نشسته است و فرشته ها و حکومتداری ها و قدرت ها مطیع او شدند.